محمد اسماعیل خان وزیر پیشین انرژی و آب میگوید که افغانستان به سوی یک بحران خطرناک به پیش می رود و سران حکومت در کار مدیریت این بحران ناکام بودند و که در یک گفتگوی ویژه با تلونیو سخن می گفت تاکید می ورزد که سیاست‌های ناکام حکومت افغانستان سبب شدند کشورهای بزرگ منطقه به شمول روسیه، ایران و چین بر ضد افغانستان یکجا شوند. با می وضعیت کشدار میرید فعلی با یک عده تعدادی که امروز در داخل حکومت اونها با سیاست خود سیاست پخته نیست، این عملا میبینی که منطقه با مقابل ما میخیزه و در داخل ما هر روز ناتوانی جنگ داریم. این افغانستان به طرف بحران میبره. ما پیشنهادم به حکومتی است که هرچه سریعتر جدیتر به یک بسیج ملی توسط شخصیت‌های عمده سرزمین بتانه که ملت از بحران که سال جدید بیشتر پیش رو ما جدیتر خواه بود افغانستان را نجات بده. این فرمانده پیشین جهادی فاش شدن رابطه میان طالبان و روسیه را پیام‌آور فردای خونین برای افغانستان می‌داند و تاکید می‌ورزد که قدرت‌های شرق و غرب در خاک افغانستان در حال رویارویی هستند. تشویش عمده ما است که سرزمین بیچاره و مظلوم ما با این هم اظهار و شهامت‌ها بار دیگر سرزمین مثل سوریه و حلب نشه. این به درایت و معقولیت حکومت و ملت ضرورت داره. در همین حال زمیر کابولوف نماینده ویژه روسیه در افغانستان در یک گفتگو با خبرگزاری آنادولی ترکیه گفته است که روسیه برنامه برای صلح در افغانستان ندارد، زیرا تا کنون از این کشور در این باره درخواست نشده است. کابولوف گفته است که اگر طرفهای درگیر در افغانستان از روسیه بخواهند، این کشور راههای آوردن صلح در افغانستان را جستجو خواهد کرد. همچنان این دیپلمات روسی به این خبرگزاری گفته است که طالبان از دیدگاه مسکو همچون دیگر گروه‌های هراس افکن نیستند، بلکه بیشتر اعضای این گروه به جز شبکه حقانی کسانی اند که در برابر تجاوزگران خارجی در خاک افغانستان می جنگند. زمیر کابولوف همچنان حضور پایگاه‌های نظامی امریکا در افغانستان را پرسش برانگیز می‌داند و می‌گوید که رئیس جمهور آینده ایالات متحده باید پاسخ روشن به نگرانی‌های روسیه، چین، ایران و پاکستان درباره پایگاه‌های آمریکایی در افغانستان بدهد. این دیپلمات روسی گفته است امریکا در ترکیه یک پایگاه نظامی دارد و در افغانستان افزون بر 10 پایگاه 9 پایگاه بزرگ نظامی دارد. چرا؟ اینها برای ما نگران کننده هستند. چرا امریکا در افغانستان به این اندازه پایگاه دارد؟ امریکا کجاست و افغانستان کجاست؟ اگر ما چون این پایگاه‌های در مکزیکو داشته باشیم، آیا برای امریکا اذیت کننده نخواهد بود؟ در همین حال شماری از آگاهان بر این باورند که باید سیاستگران افغانستان نگذارند کشور قربانی خواسته‌های دیگران شود. اگر افغانستان سیاست مناسب و درستی در قبال کشورهای خارجی نداشته باشه و مدیریت درستی به شکل منظم از اون نشه، ما فکر میکنم که شاهد بحران ها در عراق و در سوریه بودیم در طول سالهای اخیر و احتمالا افغانستان هم بعیده خواهد بود که یکی از کشورهای مثل سوریه بشه و میدان جنگ و تخت تاز کشور خارجی صورت قرار بگیره. داخل شدن پای روس‌ها در کشمکش‌های افغانستان نشانگر رویارو شدن دوباره قدرت‌های شرق و غرب در خاک افغانستان است. بحرانی که 40 سال پیش دامن افغانستان را گرفت و سردار داود خان نخستین رئیس جمهور افغانستان نتوانست آن بحران را مدیریت کند.